جنت جای باقی مونده فرزندان بیرار عمری دراز با برکاتی آمین الله اکبر شکر نیرون رحمت ما و شما نه اینکه اجازه داریم بلکه موظف و مسئول هستیم که در حقش دعا کنیم و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. الله عزوجل در قرآن میگه که بگو که پروردگار و پدر مادر من رحمت مغفرت کن که من خرد بودم کلامم کردن تربیم کردن با خدا و پیغمبر آشنا ساختن. الله اکبر. مادری که خیلی فرزندای خوب و صالح سالم تربیت کرده است با خدا قسم این مادری اندک نیست. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت قوما طیب الاخلاق. این مادر مدرسه است. وقتی این آماده و مجهز باشه متقی باشه مستوره باشه از خدا و پیغمبر آگاه باشه چنان فرزندای را تربیت میکنه به کمال میرسونه که انا میگه خون و رنگ تازه و پاکیزه دارن در عروقش خون تازه در شرایونه. پروردگار رحمت مغفرتش کنه. انشاءالله من یقین دارم که این مادر همراه مادرای مسلمان همراه بیبی خدیجه و بیبی عایشه و بیبی زینب و بیبی حفصه و دیگران محشور میگن در روز قیامت. خداوند با فرزندان در این مصیبت که واقعا سربیازبین است. نزدیکترین شخص برای هر یک انسان مادر است. همین قیم میگیم که دعای پدر میگیره دعای مادر نمیگیره. با خدا قسم میگم خود دروغ است. مردم از خودشون میگن گویا مادر سیله رحم بوده است دعاش نمیگرفته است. حضرت صلی الله علیه و سلم از سوال کردن که دعای کی سریعتر است؟ گفت پدر یا مادر؟ گفت دعای مادر اسرع است. زیرا که مادر برای فرزند مشقت زیادتر کشیده دیگه. 9 ماه در شکمش گرفته استش. بعدا تولدش کرد 2 سال 2.5 سال دیگه شیرش داد. از همین خاطر وقتی که مادر دعا کرد دعا فی الفور قبول میشود. دعای مادرها مثل دعای پیغمبرها است. در حق فرزند وقتی دعا میکنند دعای خیر نکردن انشاءالله فرزند سر بر میگیره. اگر دعای بد کردن هیچ وقت دیگه نیکی را نمیبینه اون فرزند. این فرزندایی بودن که در خدمت مادر همین برادر مخوری آمدیم بعضا یکون جمعه رفتیم یک کمی اقیاشه یا که شهرت داره کاری های میشناسنش یک کم بخوی نخوی جوانی از شعبه از دیوانگی های غرور و تکبر داره او چشکی زنگش بزنه از چجور نباید چجور اما این فرزند باید نمیخواد باشه. انشاءالله که مادر رفت اما فرزندهای صالح بعدی خودش باقی گذاشته است. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. وقتی انسان مرد عملهاش قطع میشود. نماز خوندن نمیتونه روزه گرفتن نمیتونه خیرات احسانات کردن نمیتونه الا من ثلاث مگر از 3 چیز. همین 3 چیز هرگز منقطع نمیشود. الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح یعقل. مگر از صدقه جاریه. با خدا قسم همین مادری که فرزندش میبره به خاطر تحفیظ به خاطر حفظ قرآن یا جمعه که زوره و نان و طعام همون فرزند آماده میکنه الک همین خودش صدقه جاریه. مادری که فرزند به خدا آشنا میکنه و چطور این کار نکنه که او بالای انا این کار بکنی خدا ایت خرسان راضی بشه الک علم منفعتناک گذاشته است. و مادری که بعد سرش فرزند صالح میگذاره که در حقش دعا میکنه فرزند نماز خوان در یک روز حداقل در 5 نماز فرضی در حق مادر دعا میکنه. شبهان و کسایی که با نماز نافله دارن انشاءالله یقین دارم که روی این مادر به یک گلشن مقدم میشود. مادر همراه بیبی آسیه و بیبی مریم و بیبی خدیجه و بیبی فاطمه در جنت المأوا مستقر بکنه. خداوند غیرت محمد حیمت محمد اونایی که مادر دارن پدر دارن هنوز پدر و مادرشو زنده است دریافتند از همین نعمت الهی استفاده بکنید. پدر و مادر کلید جنت در خانه هر یک فرزند است. پدر و مادر پروپوس که در جنت در خانه هر یک فرزند است. خداوند امتهای محمد صلی الله علیه و سلم غیرت بده
هدایت چون که به قدر همین نعمت ها برسد توسط دعای پدر و مادرها وارد جنت المأوا گردند و دیدار بی مثال الله و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم میسر گردند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد صلى الله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غافل مشوی بنده که عمرت دوباره نیست، ذکر خدا بکن که از مرگ چاره نیست. در زندگی بکوش که فرصت همین دم است، در زندگی بکوش که فرصت غنیمت است. زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست، زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. در دامن دشت دانه نیست ما را، آمد اجل و بهانه نیست ما را. آمد اجل و سر به بالین کردیم، صد وای در نشانه نیست ما را. آمد اجل و سر به بالین کردیم، صد وای در نشانه نیست ما را. چرا غم میخوری از بهر مردن، مگر آنان که غم خوردن نمردن. برو بر کنج قبرستان گذر کن، ببین که مردگان با خود چی بردن. ببین که مردگان با خود چی بردن. چون اجل آید برایم مصلحت در کار نیست، این چون این سودای بی پول در یگان بازار نیست. می روم با 100 هزاران حسرت و درد و علم، درد و علم. جسم و جانم را دیگر هیچ قوتی آزار نیست. در میانی کوچه باغی آتشی پرماجرا، جز خدا و مصطفی بر ما کسی غمخوار نیست. جز خدا و مصطفی بر ما کسی غمخوار نیست. روز و شبها دودی آهم رستم عالم گیرد، گر نصیب گردد جمال ما را غمی سختار نیست. گر نصیب گردد جمال ما را غمی سختار نیست. افسوس
که گلرخان کفن پوش شدن، از خاطری هم دیگر فراموش شدن. آنان که بسط زبان سخن میگفتن، رفتند و به زیر خاک خاموش شدن، رفتند و به زیر خاک خاموش شدن. اللهم صل و سلم و بارک علیه.